می‌ذارم که بازی جذابی باشه و شما بینندگان برنامه فوتبال برتر از این مسابقه لذت ببرید. یه سال بلند پشت منطقه جریمه، فرصت برای بازیکن استقلال از دروازه بیرون میاد اونجا رضایی و پوشش میده به خط دفاع، بلافاصله بلند میفرسته به زمین تیم استقلال و همتای او در تیم استقلال میفرسته برای دروازه. موقعیت در تیم استقلال، سرزنا همشون جلو اومده بودن، یک بار دیگه از همون سمت بازم پاتوسی سال برای دروازه، فرصت برای تیم استقلال، توپ از کنار دروازه به بیرون میره، برخورد اتفاق میفته، خطا نیست، کار دنبال میشه، دو تا بازیکن نساجی رو زمین افتادن، ضد حمله بر تیم استقلال، موقعیت برای کریمی تک به تک و توپش رو میزنن. بازی پرفشار از جانب استقلالیا برای بازکردن دروازه نساجی، یه شلیک راه دور توپ به تیر دروازه برخورد میکنه، تبریزی در برگشت، حالا موقعیت برای گل استقلال و توپ رو رضایی در اختیار میگیره. خود رضایی بعد بازی رو شروع بکنه. تصویر آهسته رو هم دیدیم، از این زاویه هم میبینیم که توپ چگونه به تیر دروازه تیم نساجی برخورد میکنه و گل نمیشه. تو یکی دو سال اخیر پاس بلند او، فرصت برای منتظری و عکس العمل استثنایی رضایی در مقابل منتظری که نمیگذاره دروازش باز بشه. چه خوب داره نفوذ میکنه پژمان منتظری، ضربه‌اش رو پرقدرت زد، ضربه کورنر و سجاد آشوری، ضربه بلند برای دروازه، واکنش عالی از دافه، سانت کوتاه برای دروازه، دوباره خود دافه، موقعیت برای دافه، ضربه رو میزنه و توپ که به تیر دروازه استقلال برخورد میکنه، گل نمیشه. این طرف آبشک میرزه روی دروازه، موقعیت بازم برای بازیکن نساجی و این ضربه که از بالای دروازه به بیرون رفت. تیر دروازه استقلال میزنن اینجوری با ضربه دافه در یک زاویه بسته، توپ فرستاد که خورد به تیر دروازه، از اون گل بشه. توپ آرفنگ دافه، بازیکن سنگالی، دخالت فرجی، اسم موفق دریبل زنی میکنه، اسم در منطقه جریمه، پاس به بیرون، فرصت برای کریمی، پاس او رو به عقب، موقعیت با توپی که بیرون زده میشه. نظر آقای محمد رضا اکبریان چیز دیگه ایه. بهترین موقعیت برای تیم استقلال که به ترتیبی که از زوایای مختلف میبینیم، ضربه باقری از کنار دروازه به بیرون میره. این بازیکن میانه میدان پاتوسی، یه پاس برای تبریزی، فرار تبریزی در منطقه تبریزی با واکنش عالی واسه حامد لک، پنالتی برای استقلال، ضربه پنالتی برای تیم استقلال به خاطر خطایی که اونجا اتفاق افتاده. حامد لک هم روی زمینه، نساجی دارن اعتراض میکنن، تصویر رو به اتفاق ببینیم، فرار تبریزی و این هم صحنه‌ای که نگذاشتن که تبریزی کارش رو انجام بده و خطا گرفته شد. خیلی سرعت قابل توجهی داره تبریزی، از عبدی رد شد و او رو متوقف کرد عبدی و در نهایت ضربه پنالتی برای تیم استقلال. جدال نفر به نفر با حامد لک، تبریزی، حرکت تبریزی و گل برای تیم استقلال. یکیش استقلال جلو میفته. تبریزی از روی نقطه پنالتی گل اول بازی رو به ثمر میرسونه و بازی میشه 1-0 به سود تیم استقلال. و حالا میتونیم تصاویر آهسته رو از نماهای گوناگون ببینیم. این تبریزیه، تقریبا به وسط دروازه فرستاد، حامد لک 50-50 کرد، به سمت راستش رفت و توپ کنار دروازهش قرار گرفت، دقیقاً وسط زد. از این زاویه هم ببینیم، سعی کرد با پای خودش حامد لک یه اثر رو توپ بگذاره اما نشد. دافه کنیم اول یه توپ به تیر دروازه استقلال زد، دافه، کار قشنگی دافه، دوباره آبشک، پاس ارضی، موقعیت برای تیم نساجی و ضربه‌ای که از کنار دروازه به بیرون رفت. بهترین تیم نساجی که به خاطر یه مصدومیت نمیتونست 90 دقیقه بازی بکنه. فرار تبریزی تک به تک تبریزی، توپ میخوره به پاش و ازش جدا میشه. آبشکی بلو میده، موقعیت برای بازیکن استقلال، باقری، یه بار دیگه تبریزی رها میکنه. حالا این ضربه از اسما که از بالای دروازه بیرون رفت. این زمین هست، اونم علی کریمیه. پاتوسی پشت منطقه جریمه، فرصت شوت داره، پاتوسی و واکنش عالی از حامد لک.
قشنگ زد ضربش رو پاتوسی که فرار خوب از طارق وارد منطقه جریمه هم میشه. طارق و ضربه بازیکن که به بیرون میره. باقری یه پاس خوب میده، طارق آزاد میکنن. طارق ارسال داره دروازه، فرصت برای تیم استقلال. شجاعیان در برگشت پاتوسی، توپی که بیرون میره. دوباره از این نما ببینیم که زیباست، توپی که طارق تومان به روی دروازه فرستاد و دو ضربه پیاپی که فرصت رو از استقلال گرفت. قصد 1-2 داره با پاتوسی. خود پاتوسی حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، موقع بر پاتوسی و بازم حامد لکی که دروازه رو نجات میده. چه فراری کرد پاتوسی، بدنش رو باز کرد، در مقابل توپ قرار داد و اینجوری نگذاشت که ضربه پاتوسی تبدیل به گل بشه. فرصت برای استقلال، بازم موقعیت. اگر فرصت بشه، حتی اون صحنه قبلی رو هم می‌بینیم که داشتیم تصویر آهسته می‌دیدیم، این فرصت رو بازیکن استقلال در مقابل دروازه ایجاد کردن که پاتوسی حرکت به سمت پاتوسی و توپی که از کنار دروازه آخرش به بیرون میزنه. مقابل رو هدف قرار داد ولی ضربهش دقیق نبود و به بیرون رفت. کنترل سینه به سختی انجام میشه لب خط. تبریزی دیر به سر پای قشنگ، تبریزی احساساتی میشه و از همونجا ضربه رو میزنه که با فاصله زیاد توپ به بیرون میره. میبره به سمت چپ زمین. موقعیت خوب برای بازیکن نساجی. این سانت که بلوکه میشه، بازم فرصت، پاس به بیرون. موقعیت در منطقه جریمه برای بازیکن نساجی در آستانه دروازه تیم استقلال دور بیرون میزنه. ممشلی میره برای پرتاب، میبرن به مرکز دفاعشون. عبدی اشتباه میکنن، استقلالیان دچار اشتباه میشن و اینم سوت پایان مسابقه. برتری 1-0 تیم استقلال در مقابل تیم نساجی مازندران و رسیدن این تیم به رتبه دوم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور.